فارسی بلدی شما؟ فارس بلدی؟ ما رو میشناسی؟ ما دوتا رو میشناسی؟ بازیگری ایول بازیگریم نه بازیگر معمولی ها، سوپر استاریم، سوپر استارای ایرانی. فیلم های ما رو دیدی؟ فیلم های ما که بازی کردیم ندیدی؟ تگزاس 1، تگزاس 2، آوای باران. آوای باران، زیرخاکی رو دیدی؟ زیرخاکی چی؟ جهان با من برقص، صحت. ولش مسابقه بزرگ ایران. اونو منم ندیدم. چی داری به این میگی؟ داستان این آدم ربایی اینا رو من نمیدونم چیه، ولی اینو بدون خبرش درس پیدا کنه بیچاره‌تون میکنن. ما رو هنوز نشناختیم. مملکت ایران میرزه به هم. بگو تو الان یه سرچ بزن پژمان جمشیدی چی میشه؟ فکر همینجوری گرفتی ما رو بردین همین تموم شد. پژمان جمشیدی بله. اون که فوتبالیست بود. ایول آره بیا ببین میدونی همونم نوکرتم. شناختی فوتبال دوست داری؟ بیا من به تو میگم فوتبال زبان بین المللیه. ای به فوتبال بدبخت بازم فوتبال ما رو نجات داد. برو بگو بیام دست منو وا کنن. پژمان جمشیدی که در تیم ملی ایران به گرجستان گل زد. خودشم دیگه خودشم گل نجات گل زدم با چپ. دیدی با چپ دوتا گرجی دیریب زدم. پدر من گرجی بود. حالا مثلا دیریب که دیریب خاصی نزدم، مثلا چیزی زدم دیگه. فوتبال برد و باخت داره. شانسی بود. پدرت هم حفظ کنه. پدر من اهل شرط بندی بود. شرط بندی میکرد سنگین. روی اون بازی خمه زندگی من را بست و باخت. به خاطر قول پژمان جمشیدی. امان از این شرط بندی ها. مادرم طاقت نیاورد و خودش را کشت. ماندیم من و خواهر بزرگترم تنها و بی پناه. خب باز خدا رو شکر خواهر رو داری. خواهر همه کس خواهر خودش یه خانواده است. گریه کنه. خواهرت بله به خاطر فقر ترک تحصیل کرد. فدای سرت بابا. برسیم دلت بخواد بی سواد رو خدا شاده ادامه بده. هیچ وقت دیگه خواهرم شبانه مجبور به تن فروشی شد. به خاطر حفظ ناموس اون رو کشتم. خانواده خوشبخت و خوشحالی بودیم. همه اینا رو من کشتم. شاید معلومه خوشبختم. اما زندگی من از غم پاشی به خاطر یک قول. میمردی همون یه گلم نمیزدی؟ و اون یک قولو به کل خانواده من زد. انتقام. ما میگه شانسی زدی گو خوردی. شانسی زدم. انتقام. بعد فقط یه گل زده.